میگم من بگم تو که بهترین زن کدام زنه نه او زنه که مقصد تمامی جسمش خب بسیار یعنی خیلی جلب کننده ای نمیگم که بسیار پوستش سفیده نمیگم که مقصد دستگاه و دکان و اولاد و اجداد دارد نه بهین زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود کدامش که با شوی خودش خندان ای بسیار در زندگیش راضی ای به نهایت وقتش خوش ای این از همین شوهر کردگیش تشکر میکنه خدا ولی ما در حدیثا داریم که زنک اگر به طرف الله از شوهرداری شکرگزاری نکنه عبادت خدا قبول نمیکنه ولی ممکن است زنکا سخت برسد ای اکبویی چیه او نمیدونه که این تشکری تو این با خوبی های زندگی را مستحکم میکنه شکرگزاری از زندگی با برای فایده جان